حالا دیگه ایران بته دوا برش بته. گفتم هر چیزی که میگه بته. گفتیم به نسخه دوا نمیتی. نیک نمیفهمی؟ نمیفهمم، خصوصا دوا که نخورم هیچ نمیفهمم. می دواخانه را سرطان آتش میزنم. میفهمی یا نه؟ درست است آقای محترم، درست است، آرام باشین. دخترم هر چیزی که میخواه برش بته که بره. این حالا صحیح شد. درست است. آدم شوین. تو چی میکنی دختر؟ دویگو تو چی میکنی؟ به خاطر دوا دادن به نسخه ضرورت است، اما واضح است که مشکل تو دوا نیست. ما حالا برات نشون میدم. باید کلوش بتی. گفتم باید بتی. نکو بارم کلوش بتی. به پلیس زنگ بزن. درست است، این زنگ دواخانه را میزنم. براتان آتش میزنم. آتش میزنم. ده اینجا چی گپ است؟ تو دیگه کی هستی ها؟ کی هستی؟ ای که ما کی هستم هیچ مهم نیست. مشکل تو چی است؟ تو را بگو. این زنکه دوایی را که میخوایم نمیتن. متوجه گپ زدنت باش آقای محترم. ما کلش مندازم. باز شما جمع کنین ها؟ مثل تو اور آدمای دیوانه باید در دیوانه خانه بستر باشن. چوب باش. ببین بیادر مقبولم، عصبانیت دشمن عقل است. تو حال کم آرام شو، گپ زده و تفاهم میرسیم. سیز خشونت اولین کار انسان است. باید خونسرد باشیم، اما تو نیست. لوده بربر نکو. ببین گمشو برو. اگر ای قارم سر تو خالی میکنم. تو حالی رو بگی از اینجا برو. یعنی برو از دیگه جای دوایت بگی. ما اینجا را دگام گدوات میکردم اما خدایتان شکر کنین که این نماند. خدا را شکر. تو چرا به او آدم پول دادی؟ هر کس که صدایش بلند کنه باز به خاطر چوب ساختنش برش پول میتی؟ دویگو دخترم از آقای محترم تشکری کو. به خاطر که ما ضرر نکنیم یک عالم پولش هم مصرف کرد. مصرف نمیکرد. من برش گفتم که به او آدم پول بده. تو چرا دوباره اینجا آمدی؟ خدایا توبه. دویگو خواهر با ما یک کریم بده. وضعیت اینجا رو نمیبینی ایزگی؟ حالا جانم پسان باز بیا. حالا دیگه 13 صورت ما بعدن میایم. اگه تو مداخله نمیکردی پلیس میامد دستگیرش میکرد. با این کارت به جزا میمانه. نمیمانه. ما میفهمیم که تو چی کنیم. یعنی هیچ گناهی به جزا نمیمانه. بالاخره عدالت الهی هست، همون تو نیست؟ البته شما در قصه ای نشین. یک کمی ورخطا شده از خاطر ما به شما یک گلاس چای میخوایم. یعنی به کلی ما خوب میشه. چای فایده داره نه؟ درست است. من میرم 3 گلاس چای میارم. خودم جمع میتونم. شفا باش علی.
تو سرش فایر کردی؟ شما برین دیگه کارا رو حل کنین. زود شوین. درست است آقا.